السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت، سرفرمانده جمهوری تاجیکستان و مردم تاجیکستان امام علی شریفویچ رحمانوف رحمت الله علیه گفت: نه سر گفتیم، نه جان گفتیم، نه تن گفتیم، وطن گفتیم، وطن گفتیم، وطن گفتیم. تاجیکستان با پیش. این ویبر پروردگار در تاجیکستان صلح و امانی و وحدت نصیب مردم تاجیکستان گردونه و از این کرسلویی که جناب میشینه خداوند در قلب جناب محبت جایگیر کنه و این کرسی را بر رستم دادر ما تحفه گردونه. رستم جان عمر دراز بر تو،